داشتم لیگ جزیره رو می‌دیدم که یه چیزی چشمو گرفت. دیدم هر تیمی که گل میزنه اسکوربورد تلویزیون به نماد اون تیم در میاد. با خودم گفتم چرا برای لیگ برتر خودمون این کارو نکنیم؟ پس تصمیم گرفتم برم تو کارش. برو بریم. دنی حسینی. اول از همه رفتم سراغ طراحی فرم کلی اسکوربورد. با الهام از لوگو خود لیگ برتر نماد خلیج فارس رو به صورت خطی و متحرک به کار اضافه کردم و بعد رفتم سراغ جزئیات تیم. اولین تیم پرسپولیس بود. دوست داشتم لوگوی تیمی که گل میزنه به شکل سه‌بعدی به نمایش در بیاد. پس لوگو رو سه‌بعدی انیمیت کردم و تو لحظه گل از نماد تخت جمشید استفاده کردم و سعی کردم تو انیمه حس هیجان و شادی رو به کار منتقل کنم. بعد رفتم سراغ استقلال. به نظرم بهترین نماد برای استقلال تاج و البته دو تا ستاره‌شه. پس از تمام این المانات تو کار استفاده کردم و تو لحظه گل انیمیتشون کردم و در نهایت رفتم سراغ تراکتور. البته که نیاز به گفتن نیست نمادش چیه. پس به صورت دستی تراکتور رو انیمیت کردم و دود هم براش شبیه سازی کردم تا با جذابیت بیشتری به نمایش در بیاد و تمام. دوبار بزن رو صفحه و بریم سراغ دیدن خروجی کار. پشت محوطه جریمه روز به چشمی، یه گل وحشتناک برای استقلال. چی زد؟